سلام، خیلی خوش اومدین به یک واندرلند دیگه با من. امروز یکم ویدئوم متفاوت تر از روزهای دیگه است، چون من توی این ویدئو میخوام به سوالاتی که شما حول محور مسائل کاری تو کانادا ازم پرسیدید جواب بدم، مثل اینکه بازنشستگی اینجا چجوریه، یا اینکه چجوری از کار جنرال سریعتر سویچ کنیم یا تو کار تخصصی، یا اینکه اصلا میتونیم با مدرک ایران اینجا کار پیدا کنیم یا نه. کلا سوالات این شکلی که فکر میکنم برای همه یه جورایی مفید باشه. پس اگه شما هم نیوکامرید یا اینکه قصد دارید بیاید کانادا و اینجا کار کنید، فکر میکنم این ویدیو یه جورایی به دردتون بخوره. خب من همین سوالا رو تو این دفترچه نوشتم و یکی یکی میخونمشون و سعی میکنم یک جواب واضح و درستی به همشون بدم. اولین سوال این که اونجا بیمه میشه وقتی میریم سر کار؟ مگه نمیگم بیمه رایگانه؟ پس بیمه کاری چیه؟ آره، اینجا بیمه برای همه رایگان هستش، اما این بیمه‌ای که در واقع رایگانه و دولت بهتون میده شامل یک سری از خدمات میشه. مثل چی؟ مثلا تو ایران ما چجوری میرفتیم دکتر عمومی و اگه مشکلی داشتیم مثلا میفرستادمون پیش متخصص یا برامون آزمایش مینوشت. اینجا هم همینجوریه. وقتی که مثلا شما یک مشکلی تو خودتون حس میکنید، اول میریم پیش فامیلی دکترتون. اگه اون ببینه قضیه حادتره میفرستتون پیش متخصص و یا حالا مثلا براتون آزمایشی نمی‌نویسه. اینجور خدمات درمانی اینجا رایگانه و در واقع بیمه‌ای هستش که دولت تامین میکنه. حالا بیمه کاری چیه؟ یک سری از این خدمات رو در واقع بیمه دولتی کاور نمیکنه. مثل چه جور خدمات درمانی؟ مثل دندون پزشکی، مثل داروها، مثل چشم پزشکی. مثلا همینه وقتی که داره از ایران میان همه میگن که حتما دندوناتو درست کن، چون ممکنه بیای اینجا اوایل بیمه نداشته باشی یا مثلا در واقع بیمت هزینهش محدود باشه، اون کاوری که داره محدود باشه و اون موقع خودت باید اون پولو بدی و خیلی سخت میشه، چون دندون پزشکی اینجا واقعا گرونه. حالا بیمه های کاری هم متفاوته با توجه به اینکه شما کجا دارین کار میکنین یا اون جایی که دارین کار میکنین با کدوم شرکت بیمه قرارداد داره. مثلا واسه خود من اینجوری بودش که تا $2000 خدمات درمانی رو کاور میکرد در سال، مثلا چشم پزشکی، دندون پزشکی یا حالا مثلا دارو یا هر چیز دیگه. ولی هر سری که من میخواستم از این بیمه استفاده کنم، مثلا هر سری که میرفتم دندون پزشکی یا هر سری که میخواستم دارو بخرم، فقط 70%ش رو در واقع کاور میکرد. یعنی من میتونستم تا $2000 در سال از این 70% استفاده کنم. حالا بازم میگم متفاوته با اینکه کجا دارین میرین سر کار یا با چه بیمه‌ای دارن کار میکنن، ولی معمولا روز اول که یه جا میرین سر کار این خدمات بیمه هم براتون توضیح میدن که چجوریه. سوال بعدی، با مدرک ایران میشه اونجا سر کار رفت؟ من ایران معماری خوندم ولی سر کار نرفتم، میتونم اونجا کار پیدا کنم؟ ببین راستش این قضیه 2 تا حالت داره که من هر 2 تا حالتش الان میخوام توضیح بدم. بله میتونی اینجا سر کار بری، ولی به چه شرطی؟ به این شرط که آره مثلا خودت مدرک معماری گرفتی ایران، باهاش کار کردی، نمونه کار داری، یا اینکه نرم افزارها و چیزهایی که مربوط بهش رو بلدی. بله در چنین شرایطی تو حتی با سابقه کار ایرانت هم میتونی اینجا کار پیدا کنی، با اینکه حالا ممکنه یکم متفاوت باشه، ولی با توجه به اینکه کارت رو بلدی، بله این آدز وجود داره که کار پیدا کنی. ولی اگه کسی هستی که صرفا فقط یک مدرک گرفتی، چون میدونیم دیگه تو ایران واقعا وقتی آدم مدرک میگیره اصلا هیچ یاد نمیگیره از اون دانشگاه، اون کار کردن است که در واقع مفیده. اگه کسی هستی که فقط یک مدرک گرفتی و ایران نتونستی کار کنی و حالا اومدی اینجا و اینجوری که اینجا چون کاناداست بعد برای من کار باشه، نه نمیتونی با مدرک ایرانت کار پیدا کنی. مثلا من خودم ایران صنایع خوندم و اصلا رشته‌مو رو دوست نداشتم، هیچ وقت نرفتم دنبالش که تو ایران باهاش برم سر کار، و وقتی هم اومدم اینجا اینجوری نبودم اینجا چون صرفا کاناداست باید به من یه کاری بده تو این رشته یا من باید یه کاری پیدا کنم، چون من واقعا خود سررشته توش ندارم و هیچی ازش بلد نیستم. پس اگه سابقه کاری نداری یا مثلا تو اون رشته سررشته نداری و صرفا فقط یک مدرک داری، خیلی آدزش کمه که بتونی کار پیدا کنی، خیلی کمه. یعنی اگه هم پیدا کنی واقعا آدم خوششانسی بودی. خب سوال بعدی، ثبات شغلی تو کانادا چجوریه و اگه اخراجمون کنن چی میشه با توجه به اینکه تازه وارد؟ ببین نمیتونم واسش بگم ثبات شغلی خیلی اینجا عالیه،
اینجا هم مثل ایران یه سری از کارا مثل کارهایی که دولتی هستش خیلی ثبات شغلی خوبی داره، ولی تو جاهای دیگه نه اینجوری نیست زیاد. ولی اینم میخوام بگم که اینا کلا مثل ما نیستن برن 10 سال 12 سال یه جا کار کنن، معمولا هی 2-3 سال یه بار محلی که دارن کار میکنن عوض میکنن. و راجب اخراج شدن، ببین خیلی بستگی داره که کجا داری کار میکنی، با چه تیمی داری کار میکنی و حالا مثلا چقدر حرفه‌ای هستن یا نیستن. ولی به صورت کلی اخراج شدن اینجا سیستم اینجوریه که قبل اینکه بخوان اخراجت کنن 3 بار بهت نوتیس میدن، یعنی 3 بار بهت اخطار میدن. مثلا اخطار اول رو میدن این دلیل، اخطار دوم این و اخطار سوم دیگه بعد میتونن اخراجت کنن. ولی همین اخطار دادنه باعث میشه که در واقع گوشتون زنگ بخوره که اینکه یا من بهتر اینجا کار کنم چون بهم اخطار دادن، یا اینکه دنبال یه کار جدید باشم چون ممکنه بعد نوتیس سوم منو اخراج کنن. پس یه جورایی از قبل میفهمین که این اتفاق داره میفته. ولی حالا اگه شما جای کار کنید و بدون نوتیس بخوان اخراجتون کنن، معمولا تا زمانی که شما یک کار جدید پیدا کنید یک حقوق بهتون داده میشه، مثل یه جورایی بیمه بیکاری خودمون که اون حقوق خیلی بستگی داره که شما مثلا تو شرکت تا چه مدت کار کردین یا اینکه حقوقتون چقدر بوده، یه درصدی بهتون داده میشه تا اینکه بتونین کار جدید پیدا کنین. اینم میخوام اضافه کنم که اگه سر کارتون خدایی نکرده براتون اتفاقی بیفته که شما نتونید کار کنید، مثل اینکه مثلا خدایی نکرده دستتون بشکنه، پاتون یه اتفاق این شکلی، یه چیزی هست به نام ورک استیف که اون هم پول درمانتون رو میده، هم تا زمانی که مثلا خونه اید و نمیتونید کار کنید بهتون حقوق تعلق میگیره. چجوری میشه هر چیز سریعتر از کار جنرال بریم رو کار تخصصی؟ خب ببینید این هم 2 تا حالت داره. اولین حالتش اینه که شما تو ایران یه تخصصی داشتید، یک مهارتی دارید، حالا چند ماه اومدین کار جنرال انجام دادین و الان میخواین سویچ کنین رو کار تخصصی. به نظرم چیزی که میتونه تو این قضیه کمک کننده باشه براتون اینه که حالا علاوه بر این که ایندید، حالا وبسایت های دیگه، اپ‌های مختلف اپلای میکنید برای کار، میتونید آفیس هایی که مربوط به کار خودتون میشه یا جاهایی که مربوط به کار خودتون میشه رو پیدا کنید، ایمیلاشون رو در بیارید و یه چیزی مثلا سی وی تور درست کنید که مثلا من فلانی ام، این سابقه کاری تو کشور خودم داشتم، حالا اینجا خیلی اکسایتدم که بازم توی این فیلد کار کنم و این سابقه کاریمه، این مثلا حالا نمونه کارمه، این و برای منیجرهای آفیس های مختلف ایمیل کنید. چون اینم به نظرم خیلی در واقع یک موقعیتی رو براتون ایجاد میکنه که شاید شانستون بگیره و یکی بگه این مثلا چه سابقه کاری خوبی داره یا ما بهش نیاز داریم و حالا مثلا استخدامش کنیم. و حتی این پیشنهادم میتونید بدید که من با حقوق مثلا کمم میتونم شروع کنم. یعنی اینجوری نباشید که مثلا اگه شما حالا دنبال یک کاری هستید که حالا ساعتی $50 بعد بهتون پرداخت کنن، شما هم اینجوری باشید که حتما یک کاری رو پیدا کنم که ساعتی $50 بهم پرداخت کنه. نه، چون واقعا حتی اگه با حقوق کمم وارد اون سیستم بشید دیگه بارتون رو بستید، یعنی اون وارد شدنه فقط سخته چون کار میکنید، بعد اون موقع سابقه کاری خوب دارید و حالا بعد میتونید واسه جاهای بهتر اپلای کنید. پس بازم میگم میتونید پیشنهاد بدید که با حقوق کم شروع کنم یا به عنوان اسیست شروع کنم و در واقع یه جورایی خودتون رو وارد اون سیستم کاری کنید. حالا حالت دوم اینه که شما تو ایران هیچ کار تخصصی نداشتید یا هیچ مهارت خاصی در واقع ندارید. در چنین حالتی به نظرم بیشترین کمکی که میتونین به خودتون بکنید اینه که به خودتون فرصت بدید و عجله نکنید برای اینکه یک کار تخصصی پیدا کنید. چون وقتی که عجله میکنید یا مثلا میگید فلانی رفته فلان چیزو یاد گرفته یا مثلا فلان کورس رو پاس کرده الان داره تو این کار میکنه، منم برم دنبال اون، یکی دیگه این کار کرده من برم دنبال اون، چون این قضیه باعث میشه خیلی این شاخه به اون شاخه بپرین و اصلا گیجین که میخواین چیکار کنید. پس به نظرم به خودتون فرصت بدید، با آدمای مختلف صحبت کنید، راجع به کارهای مختلف تحقیق کنید، ببینید با چه کاری یا مثلا چه کورسی رو شما پاس کنید سریعتر میتونید وارد بازار کار بشید، میتونید پیشرفت کنید و خیلی این شاخه اون شاخه نپرید.
چون در واقع این فرصت دادن باعث میشه که با چشم باز بهتر بتونید تصمیم بگیرید و اون موقع کار تخصصی که در واقع میخواین واردش بشین رو پیدا کنید. سوال بعدی، ایران چی کار میتونیم بکنیم که وقتی اومدیم اونجا سریع پیشرفت کنیم؟ خیلی کارا میتونید بکنید. به نظر من وقتی که ایرانید، اول و مهمترین کار اینه که یک برنامه ریزی درست داشته باشید و به این فکر کنید که اومدید اینجا قراره چی کار کنید. چون من مثلا یادم 15 سال پیش، مثلا 20 سال پیش مردم فقط مهاجرت میکردن، مثلا از راه دریا هر چی میرفتن میرسیدن به یک کشور مقصدی و واقعا بعد مثلا 5-6 سال پیشرفت خیلی عظیمی میکردن. ولی الان واقعا همه چی فرق کرده. به خاطر تورما، به خاطر حجم زیاد مهاجر، یکم رقابته و پیشرفت کردن سخت شده. پس فقط صرفا اینو نذارید که من مهاجرت کنم. این برنامه رو تو ذهنتون داشته باشید که میخواین بیاین اینجا چی کار کنید. مثلا اگه میخواین درس بخونید، تحقیق کنید که آیا آقا من فارغ التحصیل شدم، مثلا میتونم با این رشته برم سر کار یا نه. اگه قرار کار کنید، از ایران یک چیزی یاد بگیرید یا اینکه تو برنامه‌تون باشه و بدونید که میخواین چی کار کنید. چون واقعا وقتی بدون برنامه میاین اصلا خیلی افتضاح میشه. این یک. و قضیه بعدی این که هر چیزی که فکر میکنید توی این مسیر میتونه بهتون کمک کنه، چه از نظر زبان خوندن، چه از نظر یادگیری، ایران انجام بدید. چون واقعا اینجا وقت یادگیری نیست. یعنی همون زبان هم وقتی با زبان ضعیف بیای اینجا، واقعا وقت نمی‌کنی بشینی و بخونی اگه قراره کار کنی. پس به نظرم هر کورسی یا هر چیزی که فکر میکنید که میتونه بهتون کمک کنه اینجا، ایران پاس کنید و باهاش کار کنید و کار یاد بگیرید. صرفا مثلا اینجوری نباشه که اوکی مثلا فلان مدرک رو گرفتم دیگه برم اونجا. مثلا اون مدرک مسئله نیست، مسئله اون یادگیریه. و آره، هر چیزی که فکر میکنید که میتونه بهتون کمک کنه رو میتونید ایران یاد بگیرید، تمرین کنید، کلا آزمون خطاهاتون رو ایران انجام بدید و بعد بیاین اینجا که همه چی براتون خیلی راحت تر باشه. سوال بعدی اینه که بازار کار حسابداری اونجا چجوریه؟ ببین، بازار کار حسابداری واقعا اینجا خوبه، با توجه به اینکه اینجا از کوچکترین بیزینس ها تا بزرگترین بیزینس ها همه یک حسابدار دارن و حتی آدمای عادی. مثلا من یه حسابداری رو میشناسم که هر سال آخر سال میرم و اون تکسمو پر میکنه و مثلا من بهش پول پرداخت میکنم. پس اینجا در واقع همه یک حسابدار دارن و اینجا خیلی حسابدارهای خفنی هستن که خیلی پولهای خفنی دارن در میارن. ولی فکر میکنم که اگه مثلا بخوای از ایران بیای و با حالا سابقه کار ایرانت بخوای اینجا کار کنی، باید آپدیت شی. چون اینجا مهمترین قضیه تکس، چیزی که خب ما تو ایران به اون صورت اصلا باهاش سرکله نمیزدیم. پس نیاز اینجا کورسایی رو بگذرونی که آپدیت شی، با حالا حسابدار اینجایی کار کنی تا بتونی یاد بگیری که در واقع روش کار کردن اینجا چجوریه. ولی به صورت کلی خیلی میتونه رشته خفنی باشه و خیلی هم میتونی پول خوب ازش در بیاری. خب با کار جنرال میشه اونجا زندگی رو چرخوند؟ من خیلی استرس دارم راجع به هزینه. اینو فکر کنم قبلا توی یه ویدیو دیگه جواب دادم ولی دوباره جواب میدم. بله میتونی بگذرونی، ولی خیلی بستگی داره که اولا که کدوم شهر میخوای بیای. ونکوور با توجه به اینکه رنت خونه خیلی زیاده و خیلی گرونه، واقعا گردوندن زندگی با کار جنرال سخته. واسه همین میگم میتونی بگذرونی ولی به سختی. مثلا اگه تنها میای، نیازه که هم خونه بگیری یا اینکه باید یه خونه دور از شهر بگیری که بتونی از پس هزینه‌هات بر بیای. پس واقعا توصیه میکنم که یک پلنی داشته باشی که هر چیز سریعتر بخوای از کار جنرال در واقع سویچ کنی روی کار تخصصی. سوال بعدی، شرایط بازنشستگی اونجا چجوریه؟ این سوال یکم سخت و پیچیده‌ایه ولی حالا من سعی می‌کنم خیلی وارد جزئیاتش نشم که خیلی طولانی نشه و گیج کننده نشه. اولین چیز اینه که شما وقتی اینجا از سنی بگذرید، دولت بهتون یک حقوق بازنشستگی میده که حالا اون پول زیادی نیست با توجه به این گرونی‌ها و تورم. واسه همین زیاد حالا نمیشه روش حساب کرد. از اون طرف شما الان که مثلا تو سنای پایین هستید، میتونید برید بانک و یک حسابی باز کنید به نام RSP که همون حساب بازنشستگی هستش و توش پول بریزید برای حالا دوران پیریتون.
ولی این قضیه وجود داره که شما نمیتونید هر چقدر دلتون خواست تو این حساب پول بریزید. به چه دلیل؟ به این دلیل که وقتی که شما قراره تو سن بالا اون پول رو از حساب بکشید بیرون، دولت ازش تکسی کم نمیکنه. واسه همینم الان نمیتونید هر چقدر خواستید پول بریزید، یک مقدار معینیه. این از این. یه مسئله دیگه هم که هست، وقتی شما معمولا میرید اینجا سر کار، بعد یه مدت اون اونر یا صاحب بیزینس بهتون میگه که ببین مثلا اگه حقوقت $5000 من 4% رو کم میکنم و میذارم تو حساب RSP. که اینجا شما یا میتونید بگید نه من نمیخوام کم کنی پولو میخوام، یا اینکه این پیشنهاد رو قبول کنید که همیشه همه قبول میکنن. به چه دلیل؟ به خاطر اینه که معمولا اون حالا صاحب بیزینس برای اینکه یک بنفیتی بهت داده باشه، علاوه بر اون 4% از حقوق تو کم کرده، یه مقداری هم خودش، یه درصدی هم خودش پول روی اون مقدار پول میذاره و بعد میذارتش توی حساب بازنشستگیت و در نتیجه تو اینجا سود میکنی. و اینکه معمولا شرکت ها و بیزینس ها با شرکت های بزرگ سرمایه گذاری در واقع یک نوع قرارداد و حساب دارن و این پول رو برای تو توی اون شرکت های سرمایه گذاری در واقع سرمایه گذاری میکنن و سود روش میاد، یعنی پولت اونجا نمیخوابه. اینم از این. پس اگه کسی بهتون پیشنهاد داد قبول کنید. این از این. و اینم براتون توضیح بدم که اینجا برای اینکه بتونی اون پول بازنشستگی رو از حسابت بکشی بیرون یک سن خاصی داره و اگه بخوای قبل اون پول رو بکشی بیرون اینجوریه که تکس ازش کم میشه. بازم این یه شرایط خاصی هستش که اون بازم اون تکس رو ازت کم نکنن، ولی خب که خیلی پیچیده میشه و دیگه اصلا نمیخوام تو این ویدیو راجعش صحبت کنم. ولی اینم بدونید که یه سن خاصی داره که اگه بخواید قبلش پولتون رو بکشین بیرون تکس ازش کم میشود. راستش بازم سوال بود ولی احساس میکنم که خیلی ویدیو طولانی میشه، واسه همین شاید مثلا یه پارت 2 درست کنم برای جواب دادن به سوالاتون. و اینکه امیدوارم که این جوابایی که دادم در واقع مفید باشه و جواب سوالاتون رو گرفته باشین و مثل همیشه امیدوارم هر مسیری که انتخاب میکنید توش موفق ترین باشید. روز خوبی هم داشته باشید.